سلام دوستی عزیزم، امروز اومدم با آموزش این مدل. یه مدل مخصوص حالا یا محفلی و یا عروس میتونید انجام بدید. من کل مو رو آوردم پشت. بهتر شونه کنید که مو کاملا صاف باشه و یا از وزگیر استفاده کنید. بچه من از کش 3 سانتی استفاده میکنم، چون کش ها باعث میشه که شیلیونتون شل نشه و دوام داشته باشه. وقتی که کشو زدیم مو رو قشنگ محکم میکنید. مو رو اینجا به 3 قسمت تقسیم کردم. اینجا دیگه دیزاین مو یه چیز دل بخواهیه و من این دیزاین ها رو ترجیح دادم که ساده تر باشه. بچه قبل از اینکه حالا مو رو بپیچونید میتونید به مو وکس یا حالا شاین یا حالا اسپری خیلی کم بزنید، زیاد نزنید که مو وز بشه. مو رو پیچ میدیم و اینطوری مو رو یکم باهاش بازی میکنین که مو به قول معروف یه دیزاین قشنگی بگیره. پس من اینجا از گیر استفاده می‌کنید. از سنجاق هم استفاده کنید، ولی از این گیره کنگره دارم من نگاه کنید، گیره کنگره دارم استفاده میکنم. ولی مو که خیلی پرحجمه میتونید بزنید، ولی این روی موی طبیعی زیاد جواب نمیده. ببینید این گیره کوچیک، وازش هم نمی کنید، به حالت بسته میذارید داخل مو. میتونید حالا اگه جاهایی که انتهای مو هست گیر رو باز کنید و فیکس کنید. حالا قسمت پایینم بچه ها من دوباره پیچ میدم. حالا دیگه دیزاین دیگه دست خودتونه، ولی خب سعی کنید شنیونتون طوری باشه که زیاد مو خیلی بزرگ نشه و یه کوچولو باشه تقریبا، یعنی خیلی بد فرم نشه. دوباره اینجا من با گیر فیکس میکنم. اینجا میتونید اگر مو خیلی پر حجمه از سنجاقه بزرگ استفاده کنید. میگم من اینجا چون کله مانکنی مویی میزنم، برای مشتری هم میتونید مویی بزنید، ولی به شرطی که زیرش پروتز داشته باشین که اون پروتزه باعث بشه که فیکس بشه، چون فیکس تو شنیون خیلی مهمه. بچه شنیون ما الان اینجا تقریبا تموم شد، یه شنیون سرعتی. و الان میخوام ببینید، الان میخوام این مروارید رو داخلی موی کنم. ببینید مویتون باید اولا خیلی نازک باشه. به این صورت میتونید از دو طرف، ببینید اینجا دو طرف رو کج کنید اینطوری، و یا میتونید یه طرفش صاف باشه یه طرفش کج کنید، حالا فرقی نداره، ولی من حالا ترجیحاً همیشه دو طرفش رو کج میکنم. میذارید داخل مو قشنگ فیکس بشه، چون بالاخره دیزاینه و باید فیکس بشه حتما. جاهایی که حالا خودتون احساس میکنی خاله یا حالا به دیزاین مو میخوره اونجا رو پر میکنید. اینا دیگه همه سلیقه هست. هر سوالی داشتید میتونید داخل کپشن از من بپرسید. ممنون.